آرتروز زانو یه بیماری مفصلی هست که در اون غضروف مفصلی به تدریج از بین میره و این باعث سایدگی استخوان‌ها به هم دیگه میشن. به دنبال این تغییرات برای بیمار درد ایجاد میشه، تورم ایجاد میشه و همینطور محدودیت حرکتی و به خاطر سایدگی استخوان‌ها هم گاهی اوقات بیمار احساس تق در زانوش میکنه. علتی که باعث آرتروز زانو میشن در درجه اول افزایش سن هست، یعنی بعد از سن 45 سالگی معمولا این پروسه شروع میشه. ولی اگر اینکه فرد زمینه ژنتیکی داشته باشه یا اضافه وزن داشته باشه یا فعالیت‌های سنگین، زیاد سرپا نیست، زیاد راه میره، پله‌ها رو زیاد بالا پایین میره و یا یک آسیب و یا ضربه‌ای از قبل به زانو وارد شده باشه، اینا همه باعث تشدید پروسه آرتروز میشن که هم در سن پایین‌تر بروز میکنه و همین که سرعت بیشتری پیدا میکنه و زودتر به مرحله نهایی خودش میرسه. پکیج درمانی که ما برای آرتروز زانو داریم، البته آرتروز اگر به مرحله خیلی پیشرفته نرسیده باشه، چون در مرحله خیلی پیشرفته که باعث تغییر حالت زانو میشه، اصطلاحاً زانو پرانتزی میشه و غضروف مفصل به طور کامل از بین رفته و استخوان‌ها دچار زائده‌های زیادی شدن، دیگه در این مرحله واقعا تنها راه علاج جراحی هست و تعویض مفصل. ولی اگر به دلایلی جراحی انجام نشه، بیمار ضرر نداشته باشه و یا اینکه تا این مرحله آرتروز پیشرفت نکرده باشه، ما خب خیلی میتونیم به بیمار کمک بکنیم و همین که از پیشرفتش مقدار جلوگیری کنیم، پیشرفت رو کند کنیم، همین که درد بیمار کمتر بشه. پکیج درمانی که ما برای درمان آرتروز توی مراحل داریم 4 تا مرحله هست. مرحله اول تزریق دارو هست. دارو در واقع داروهای ضد التهابیه که باعث میشه که اون پروسه التهابی که توی مفصل به علت آرتروز ایجاد شده و باعث تخریب شده رو، این دارو اون پروسه رو تخفیف میده و یا متوقف میکنه و به خود زانو در واقع به بدن فرصت میده که این مقدار فعالیت‌های ترمیمی داشته باشن در اون ناحیه. بعد در مرحله بعد تزریق ژل هست. ژل یه حالت لغزندگی در مفصل ایجاد میکنه که بسته به غلظتی که ژل داره، حالا 10 میلی باشه، 20 یا 30 میلی و 50 و 60 میلی، اینها غلظت ژل با هر چقدر که مقدارش بالاتر میره غلظت ژل بیشتر میشه و مدت زمان ماندگاری ژل در مفصل بیشتر میشه و اگر غلظت کمتر باشه خب باعث بیشتر تزریق ژل تکرار بشه، ولی اگر 60 میل مثلا باشه خب سالیانه باعث تزریق بشه. بعد از تزریق ژل تزریق PRP و اوزون هست. PRP در واقع ماده‌ای هستش که از خون خود بیمار تهیه میشه و طی فرایندی پلاکت‌ها از خون جدا میشه. پلاکت‌ها خودشون فاکتورهای رشد دارن که اینها هم اثر ضد التهابی در مفصل دارن و یا حتی در تانون‌های پاره شده اگر در ناحیه زانو وجود داشته باشه و همین که اثر ترمیم کنندگی در اون ناحیه دارن. اوزون هم دقیقا همین خاصیت رو داره. اوزون در واقع گازی هستش که توسط دستگاه‌های اوزونساز اکسیژن هوا گرفته میشه و تبدیل میشه به O3 که گاز اوزون هست و با سرنگ ما اون گاز رو از دستگاه میگیریم و بلافاصله به مفصل تزریق میکنیم که همونطور که گفته شد اوزون هم مثل PRP اثرات ترمیم کنندگی و ضد التهابی داره و اینها همگی پروسه آرتروز رو به تأخیر میندازن و همینطور باعث تسکین درد خیلی زیادی در بیمار میشن. اقداماتی که ما بعد از تکمیل فرآیند درمان به بیماران توصیه میکنیم انجام فیزیوتراپی هست. در درجه اول فیزیوتراپی باعث میشه که مفصل زانو که به علت درد و خشکی محدودیت حرکت پیدا کرده بوده و به دنبال اون عضلات اون ناحیه تحلیل رفتن، با انجام فیزیوتراپی حرکت مفصل به حالت طبیعی خودش برمیگرده و عضلات تقویت میشن. اقدام بعدی آب درمانی هست، یعنی اینکه بیمار توی آب بتونه راه بره که خیلی کمک میکنه باز به حرکت مناسب زانو و تقویت عضلات بیمار.
و بعد چیزی که خیلی مهمه، اگر بیمار اضافه وزن داره حتما وزنش رو باید کاهش بده و وزن مناسب برسونه که اون اضافه باری که 24 ساعته به بیمار تحمیل میشه از روی مفصل زانو برداشته بشه. و بعد فعالیت مناسب، یعنی اینکه بیمار فعالیت‌های خودش رو تعدیل بکنه که فشار کمتری به زانوش وارد بشه.